در کابل یک بانکگزار مرگ طلب ماشینش را به طرف ماشینی روانه کرد که از سوی گروه امنیتی فرستاده بلندپایه پیمان ناتو در افغانستان استفاده می شود. در این حمله که طالبان مسئولیت آن را بر دوش گرفتند، یک سرباز ترکی و راننده ماشین هلاک شدند. سابق سفیر ترکیه در کابل اسماعیل ارمز فرماندهی نیروهای ناتو در افغانستان را بر دوش دارد. در کوچه های کابل هواداران کریکت اولین پیروزی دسته منتخب افغانستان در قوازمایی های جام جهانی را جشن گرفتند. در شهر دونیدین زلندیای نو افغانستان شوتلندیا را ناکام کرد. در گذشته کریکت یگانه نمودی ورزش بود که رژیم طالبان به آن مخالفت نداشت. ولی در عمل فقط بعد شکست حکومت طالبان در سال 2001 در افغانستان از حساب افغان‌هایی که در پاکستان کریکت را آموخته‌اند دسته منتخب افغانستان تشکیل شد. این پیروزی همچون الهام بزرگی برای رشد کریکت در افغانستان ارزیابی می شود. در بیشکک وزارت کارهای خارجه قرقیزستان کشور بلاروس را با دادن پناهگاه به جنایتکاران متهم کرد. هفته گذشته در مینسک جسد یک سیمای بانفوذ عالم جنایی قرقیزستان المنبت اناپیایف یافت شده بود. قرقیزستان از بلاروس دعوت کرد که سابق پرزیدنت این کشور قورمانبک باقیف را که سال 2010 به بلاروس فرار کرد همراه با برادرش جنیش باقیف که در کشتار اناپیایف متهم می باشد به قرقیزستان تسلیم کند. در شهر شمال و غربی پشاور پاکستان مقامات محلی تخریب ساختمان‌های غیرقانونی را ادامه دادند. این عملیات از تخریب دکان‌ها و انشاءات آغاز یافته است که به توسعه راه‌های ماشینگرد مانع ایجاد می‌کنند. به قول منصبداران بعضاً تاجران بدون اجازت رسمی دکان‌های خود را از حساب راه‌های ماشینگرد وسیع‌تر می‌کنند.